خدا سلام هموطنان نازنین، خدا سلامت باشین. از این که هوا گرم است و اینجا خاک آلود است دیگه. از داخل موتر بر شما معرفی میکنیم ساحه را. ما روبروی شفخانه علی جنا هستیم. البته از سمت دشت برچی آمدیم، میریم به سمت سرک کابل قندار. قسمی که شما میبینین همین نقطه که کار جریان داره، در این ساحه دیگه مکمل ساختمان ها بود که آثارش دیده نمیشه و فعلا هوارکاری و خاکبرداری است دیگه. دوستای ما کار کرده رایی هستن و قرار است که سرک وصل شود از دشت برچی به سرک کابل قندار دیگه. خاکی هم خیلی زیاد است و بیروبار ماشینری هم خیلی زیاد است دیگه. شما میبینین که تمام ماشینری آمده به خاطر هوارکاری و خاکبرداری دیگه. استا استا ما تا پیش میریم ببینیم که دیگه چی کارا صورت گرفته و چی کارا جریان داره. ما را همراه باشین. یک موتر دور خورد، نمیفهم راه بند است چی رقم. این هم دیگه جایی بوده که ساختمانای خیلی بلند و کلان بوده و فعلا چیز دیده نمیشه. خیر خدایا باز بند نمانیم، خدا کنه که راه باشه تو بریم اون طرف. خب دوستا، قسمی که میبینین دیگه اینجا خاکبرداری جریان داره. متاسفانه که راه بند است یا بند میشه چی رقم دیگه. پیش میریم، شما تصاویر بیننده باشین. بچه رای موتر وازه از او بغل میشه رفته. اشکال سر ما خاک خالی نکن. یا الله حالا تو بکنیم خدا. چی حالا اینجا خدای پاک، خدا چی حالا سعی پروردگار. نخواهی موتر ها رفته بتانه تو اونجا از بعد راه را بند کرده. خب دوستان میریم پیش. توکل به خدا دیگه. راه خیلی خراب است چون هنوز هوارکاری نشده. ما باید آهسته آهسته بریم. موترک ما که است کاغذی است. قبلا دیگه این طرف خانه بوده، فعلا دیگه تمامش تخریب شده. پیش اونجا یک پلم ساخته میشه که اون بر شما نشان میتیم. کار سر جریان داره دیگه. این ساحه جایی است که باید خیلی کندنکاری شود، بعد از او باز دوباره پرانه شود. قسمی که میبینین دیگه اینجا انجینر صاحبا تمامش جمع شده. فکر کنم که سرمی پلچکا و یا کار دارن. پل کلان البته پیش است. با اشکال ما کدام جای کلملاق نشیم. این هم پلچکای است که اون قالب بندی صورت گرفته دیگه. دوستا سرش کار کرده میره دیگه. امروز میخوایم که مختصر بر شما هر جای معرفی کنیم و خیلی اگرای کوتاه میشه. کسایی که از دشت برچی واصل میشن به سرک کابل قندار، روبروی همون طرف جغل اندازی کردن شما میبینین و این طرف هم کاملا فکر کنم که به خاطر خیریزی دیگه ایستا ایستا هوار شده. ماشینری هم دیده میشه دیگه. انشاءالله تا روزای بعد و خیر اینجا کارش تمام شود. سلام علیکم.
بخیر هستین. جور هستی؟ بخیر هستی؟ باش که نزدیک بیایم دیگه، تو خونه میشه قرار ما در موتر باشیم تو. سلام استاد جان، جور هستی؟ صحت خوب؟ بخیر جانک جوره؟ صحت خوبه؟ کاکا جور هستی؟ صحت خوب؟ بخیر خیر تکلتر چطور توقف کرده بخیری؟ والا تر است نمی یک ذره یک رطوبت بگیره خب دیگه پس سرش کار شروع میکنی. بسیار خوب. او طرفا چطوره اون وضعیتش؟ طرف هم خلاص است بخیر. به قریزی آماده است؟ نه به بسکورت آماده است. خب یک لای دیگه هم چیز جغل چیز میخوره؟ بسکورت مفته. خب در حساب انجینری بسکورت میگه. بله بسیار خوب. خب همه روزه دیگه اینجا کار جریان داره دیگه؟ روزه کار جریان داره در هر ساحه؟ در ساعت. از پل چطور است کارش؟ پل هم کار جریان داره، قالب بندی است، امکان داره که امروز کنکریتش هم پرته. بسیار خوب. موترک خودت کدام ماشین نمی؟ بسیار خوب. ایره چی میگه؟ لنگر. یارسش لنگر است؟ خب دیزایناش فرق میکنه؟ دیزاینا فرق میکنه. اونو خوردش به کجا است؟ کلان به کجا است؟ خوردش بر اسفالت است، برای این بغلای جوی است. خب باز پشتر از یگان تا تایرشون توپکی است یا دیگه که از باز کلش آیین است دیگه؟ این است ایره دیگه سر نفر تیر کنی دیگه؟ هیچ پروا نمیکنه. قربانت استاد، خدا خیرت بده. بخیر. از خودت کدامش هست؟ از ما اونستم. خب کجا یاد گرفتی بخیر؟ والا ما پیش دیگه از این کده پیش در شرکت ها کار کرده بودیم. خب بسیار خوب. اینجا چند سال شروع که اینجا خدا هر کار تجربه مهم است نه؟ توکل به خدا. ای باش کامرا در جای خودت بیا که ما برم اون طرف نشان بدم که خیلی دوستای نازنین قسم که شما میبینین قبلا از طرف دشت برچی ما آمدیم. اون ساحه را دیگه مکمل هم خاک برداری است و این ساحه را مکمل انبار کردن دیگه. استاد گفت یک کمک اینجا خشک شد، دوباره با لنگر سرش میبرن میارن دیگه. در قدمی خود سرک دشت برچی هستیم. میرا دیگه خیلی چی میگن یک راه کوتاه میشه بعد از اینکه بخیر سرک ساخته شود دیگه. ما آمدیم که مت بریم پیش بخیر. گزارش خدا آهسته آهسته به پیش ببریم. فقط تا اینمی نقطه را که دیده میشه خاک برداری شده، از اون طرف دیگه کار شده گرفته، کار جریان داره. پلچک هم است و پیش باز پل است که او را بر شما انشالله نشان خواهد دادیم و او طرف هم فکر کنم سیمتوی جریان داره. از این طرف نمیکنه. تو خواهم اونجا یک چند تصویر دوستا ببینن دوباره انشالله در خدمت هست. بیا خیدم و پیش چی بیا؟ دوستان نازنین دوباره خوش آمدین. باش که موتر و پاشی داشت دیگه به خاطر سرک قسمه که میبینین دیگه اینجا کار جریان داره بالای جویچه دیگه. مسئول از امی کارا دوست ما در کنار ماست. انشالله میپرسیم چند تا جویچه از کارش در کجا رسیده. بازم سلام برسه. بخیر جانتان جور صحتمند قربان. نام مبارک چی است؟ وحید الله است. من استاد وحید مصروف چی هستن اینجا؟ مصروف اینمی اجاره کار می جوچه و پلچکا و هستیم. خب از کدام طرف شروع کردین کار در از کجا طرف رسید؟ دیوانبگی شروع کردیم. خب چقدر کار پیش رفته؟ تو پل خود اگر جوچه تکمیل شده از پل دیگه این طرف نو شروع کردیم. خب دو دانه جویچه است؟ دو دانه است، یکی طرف است یکی طرف. خب سرشان پت میشه؟ سرشان پت میشه. این دیگه تا کجا میره؟ تا می پلچک میره تا خود؟ تا آخره میره، تو خود چیزا میره متوفلا را. خب بازاوشی طرف میره دریای کابل. دیگه تقسیم میشه، هم این طرف میره هم اون طرف میره، سه تقسیم میشه. خب
باز یک وقت اگر ای بند شود باز چی رقم نفر انشالله بند نمیشه چرا که چی شده صحیح لیورش صحیح شده خب بند نمیشه انشالله که از احتیاط چه که دیش مردم از کار چیزا نپرده بله دیگه انشالله بند نمیشه خب باز تو جای ماندین که او روار آه داره یا نفر تا شد سرپوشکا داره سرپوشکای شهر زمانه که بخواه بالا میشه خب بسیار خوب چقدر عرض طول ازی است معلوم این است دیگه داخلش دیگه 60 سانتی مترش میشه 60 سانتی مترش خب، میشه 60 خب. در 60 است بسیار خوب بیرونش 90 در 90 است خب بیرونش 90 در 90 بسیار خوب دو طرفه همینطور است بله بله خب. اون طرف از با- کلانتر است اون طرف خب. 70 در 70 است خب اون طرف داخلش کنم. ها البته بسیار خوب و این بغلا باز پیاده رو از چی است باز پیاده رو است ها دیگه این طرف پیاده رو است و بایسکل رو است و این چیزا است خب بیرونش. با چراغ مراغ هم داره این سرک ها داره ها چرا دیگه خود از در نظر میگیرن ان توکل با قربانت تشکر تشکر از سلام خودت صحبت کردی دوستا قسمی که میبینن دیگه کار جریان داره استادا هم اینجا مصروف هستن دیگه کار خلاص شوه اون طرف هم میبینن تمام گشت و وسایلی که کار است برای جوچا از قبل آماده کردن دیگه یک نفر خو گریخت جانه که جور سعادت خوب خیر بخیر هستی چی حال داری؟ ساعت خوبه؟ چطور است کارا؟ والا شکر است دیگه می‌ذاره یک ذره گرمی زیاد است نه؟ والا گرمی که زیاد است دیگه خب درست. این کسایی که اینجا از کلش استاد است یا شاگرد است؟ والا این نیا کاس کلش استاد است خب خودت چی هستی؟ حالا ما هم شاگرد هستیم دیگه همینجا بیکاری است که این استاد ما کار میکنیم خب ها دیگه روزمره کس 400 میده کس 500 هر کس نظر به ها دیگه کارش مو کارش باز پیش شما اجاره است یا ما متر؟ خو مترانه است خب 160 روپیه گرفته استاد متر ها متر مربع ها دیگه این می متر از دیگه باز وقت خلاص تکمیل شد باز متر میکنه خلاص بسیار چیز پیسه شد یک ذره پیسهش مشکل است این فیصد پیسه جمعیال ما دیگه بدر تو پیسه نمید پیسه را خود نمیخوره دولت آه. پیسه شه حالا ما قبطه حالا ما بیادر دست دان هستن. دست دان دیگه بیادر تو مشکلات هست بیا خدا مهربان است کار چیز میکنی. دیگه خدمت ای نیست ببینید بخیر باش قربانت تشکر رشید هستی آجانا خب دوستا قسمه که میبینن دیگه پاشی هم جریان داره و دیگه دوستای ما او طرف رفت حتما کارشان اونجاست اونجا هم گشتمکی ها جور میشه انشالله میریم پیش ما رو همراهی کنن تا پایان برنامه آهنگه که چالان است دیگه خب هموطنا دوباره خوش آمدین میریم پیش قسمه که میبینن دیگه این طرف کار جویچا و شدت جریان داره و سرک هم پاشی کردن به خاطر که باز لنگر بگرده و بعد از او باز فکر کنم جغل میه دیگه اینجا استاد کارا را جا انداختن که کار کنن واقعا کار انجینری و ساختمانی و سرکسازی کار آسان نیست دیگه آهسته آهسته میریم پیش و ببینیم کار پل به کجا رسیده در اون طرف شما میبینید جغل اندازی صورت گرفته و موتر هم در حال اوپاشی است حتما بعد از اون سر از این ماشینری رفت آمد خواهد کرد دیگه پیش میریم توکل به خدا سیخای پل هم خب معلوم میشم خدا کنه که بخیر مشکل حالای ما جام مونده هر دفعه که اینجا میایم یا موتر بند میمونه یا کراچی یکی خوکت شما بیخی در جنجال هستیم اورد موتر بند امروز کراچی و بدر حالا چی رقم میشه اگر اسپان نداری؟ ما خدا بگی بچه اسپان بگی خب بگی از اون طرف باش پایین صبر بره بخیر بیا بخیر بیا کاکا کمک شو بیا کمرک ما موگار است خود چطور کنیم دیگه خالا جان دور برو ها بیا تو نفر را تلکو بیا پشت سر نبرو بیا خیر باشی نه لالا خداوند کمت نکنه سودا چه و دیگه انشالله مگه ترکاری خوب ارزان شده
کدوگک چند شده؟ سعی کن تو چه قرضا گلپی خونه بر آمدنه؟ چطور از کاربار؟ روزگار میچنه؟ همه تو کوچه در کوچه میگردی دیگه؟ با چیزا میشه؟ حالا شکر ده. یا دقیقه قاری صاحب چه مصاحبه لرو خب حالا میبری دیگه دمی کوچه باز خانه کجاست؟ حالا اینجا چه قلعه باید؟ یک دو سه ساعت میشه حالا شکر ده. خود چی خدمت کنیم؟ برو اگه اومو بخیر. بیاریم خدا خیرت بده. والا خیر باشی. برو خوب شد که برم بودی بخیر های دوستا دیگه واقعا که لالای ما قهرمان است در این هفته و سوزان کار میکنه زحمت میکشه یک 300-400 میشه تا شام برش خدا مهربان همت اگه پس همت نفسه که ما سوخت بسم الله الرحمن خدا غلط هم یا الله خیر خب دوستا میریم پیش انشاءالله که ما را همراه باشین محترم پیشروی ما را و پاشی که در رئیس خدا خیرش بده پلم شما میبینین که پایهایش از قبل غرس زمین شده و فعلا دیگه بالای خود پل کار جریان داره واقعا که کار سخت است خویی هم پل هست که باید آبش تمامش باز به دریای کابل وصل شوه فعلا دوستای ما کارگرها کار کدارایی هستن ماشاءالله خیلی سرعت کارشان زیاد است 2-3 هفته پیش که آمدیم ما آثار از این سیخان و غیر پایا فعلا شما میبینید که آهسته آهسته بخیر به مرحله کانکریت ریزی آماده میشه سلام علیکم جوړ په خیر این هم اندازه پل از دوستا که شما میبینین از اینجا تا اونجا را با جدیدن ساخته شوه باش که راه ما را بند کرده رابطه این هم قالب بندی که تیار آماده است دوستا الله یا الله خیر پرده خب دوستا میرسیم به نقطه اساس فکر کنم انجینر صاحبام رفتن و خاطر که چاش تا دیگه حتما کارشان خلاص شد تا این منطقه را دو طرفه جوی هم جور شده و همچنان سرک هم آورکاریش تا جای را تکمیل شده دیگه بعد از هم خدا مهربان است که کارهای دیگه هم به شدت تکمیل شد و پیش بره اینجا هم دوستای ما دیگه چیزی که ساخته شده جویه آبگیری میتن و ما هم نزدیک میشیم به سرک عمومی کابل قندار که وصل میشه به کمپانی و کوته سنگی یک گزارشه که مختصر خواستیم از این مسیر بر شما داشته باشیم بعض دوستا گفتن که از آغاز تا ختم کار شما یک تصویر بگیرین با ما نشان بتین اگر ما جای را پایین شویم باز دیگه جای میمانه دیگه این همی ساحه که شما میبینین قبلا کلش خانه ها بود فعلا دیگه سرک هوار شده و جویایش هم جور شده انشالله کارهای دیگه شم
آهسته آهسته بخیر رو به تکمیل شدن است. هوام خیلی گرم است، اما تنها کابل در چند روز اخیر دیگه آفرین کارگرایی که کار میکنن. و همین سرک که روی بروی شما میبینین موترها دیده میشه دیگه، رفته به سمت خوشحال خان. خیلی یک سرک زیبا و مقبول جور میشه و امیدوار هستیم که دو طرف سرک جدید هم ساختمان های گل جور شود، مثل امو طرف وطنک ما زیبا شود. دیگه کسایی که در این مسیر خانهایشان رفته انشاءالله که به سهم خود رسیده باشن و یگان جای دیگه غم خود خورده باشن. اینجا یک پلچکی بوده که تازه تکمیل شدن. این هم سرک کابل قندهار یا کابل هرات که از کوته سنگی میره موترها به سمت هرات و غزنی و میدان شهر. دیگه این سرک روی بروی اینم نقشه روبروی را که شما میبینین به اینمی متصل است. باش که کدام جای گفت کانکریت ریزی هم است کجا بود اون سرک بند کردن، هم روبروی هم دوستان او قیر کردن به خاطر که بعض جاها داغ داشت. دیگه فعلا یک مسیر مسدود کردن. خب هر جای که هستین خوش خاندان باشین. اگر جای قیریزی بود دوباره در خدمت هستیم، اگر نبود الله حافظ و نگهدارتان.